چیزی دیگر باقی مانده است که این هم باشد چیزی اساسی است. جام ассалому алайкум дӯстони арзманд, мухлисон ва ҳаводорони футбол. боз мусобиқаи каф Ю-14 байни бонувон аст ки ҷараён дорад дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ ва дар ин мусобиқа, яъне чемпионати ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ байни духтарони то 14 сола
4 кишвар иштирок доранд: Тоҷикистон, Қирғизистон, Ӯзбекистон ва Эрон. Айни замон бозиҳои марҳилаи сеюми худ, даври сеюми ин мусобиқа оғоз мешаванд ва дар бозии якум мунтахабои Қирғизистон ва Ӯзбекистон ба майдони рақобат ворид мегарданд. онҳо кӯшиш хоҳанд кард то як бозии хеле ҷолибу диданиро манзури мо ва шумо бигардонанд. ин дастаҳо ҳарду ҳам дар бозиҳои қаблӣ натиҷаҳои хубро нишон доданд. аз ҷумла ҳарду бо мунтахаби мо, яъне бо мунтахаби Тоҷикистон бозӣ доштанд ва натиҷаҳои гуногун нишон доданд. айни замон ҳайати мунтахаби Қирғизистон ба мо ва шумо нишон дода мешавад. با عنوان نورس تو 14 ساله این کشور همینها هستند که در هیئت اساسی به میدان وارد میشوند. اینها باشند فوتبالبازان هیئت ذخیروی هستند. من هیئت پاره را با شما حتما شناس خواهم کرد و همین هست هیئت بازیگران کشور قرقیزستان که اکنون آنها عکس خودروی میگیرند و بعد از چند لحظه میتوانند با میدان حاضر شده بازی بهترین خود را نشان میدهند. این باشند فوتبالبازان کشور ازبکستان هستند و اکنون هیئت آنها با ما و شما پیشنهاد میگردد که در هیئت این تیم بازیگران با مهارت خیلی زیاد هستند. از جمله نرگیزه محمدعلی و کاپیتان همین دست رقم 10 موهینه اکبر و رقم 17 خوب رقم 15 بازم چهارس یلداش و همین بازیگران بسیار با مهارت هستند و هم از جهت تکنیکی و هم از جهت سرعت میتوانند نقش بسیار مهم در رفت رقابت همین روزه باشند. خب همه چیز آماده است برای شروع شدن رقابت مذکور. صحبت‌های آخرین پیش از شروع شدن این رقابت فوتبالبازان ازبکستان امروز امکانیت دارند تا بعد از اگر غلبه را به دست آورند باز به زینه یکم تلاش بنمایند برای گرفتن آن. خوب زحل خوشنظرو از کشور تاجیکستان است. این بازی رو کمی خواهد کرد. سالهای اخیر داوران از جنس لطیف هم در مملکت ما صفشان زیادتر شده ایستاده است و یکی از آنها از زحل می باشد که این زمان همین بازی فراخواروی را حکمی خواهد کرد. و البته هم دسته ازبکستان و هم دسته قرقیزستان تلاش خواهند کرد ولی اینجا فاوریت بیشتر از دسته ازبکستان دانسته می شود. بر مقابل دسته ما، بر مقابل تاجیکستان، اونها با حساب کلان با حساب 9-0 غلبه را به دست آوردند و بر مقابل ایران در بازی دور دوم باشد دسته مذکور مغلوب گردید، به مغلوبیت دچار شد. آنها با حساب 1-0 از ایران شکست خوردند و ایران عین زمان بعد از دو دوره رقابت‌ها در زینه اول است. ازبکستان کوشش خود را خواهد کرد برای موفق شدن. قرقیزستان در بازی یکم با ایران مساوی کرد. بازیشان 1-1 به انجام رسید و بازی دوم فوتبالباز دختران نورس کشور قرقیزستان با تاجیکستان بود که اونم مساوی 0-0 پایان یافت. یعنی دسته مذکور تنها 2 خال دارد و منتخب ازبکستان باشد غلبه بر دسته ما در بازی دور یکم و پس آن مغلوبیت از ایران در دور دوم. این معنی دارد که دسته مذکور در حساب خود 3 خال دارد. ایران باشد بر مقابل قرقیزستان بازی را 1-1 کرد و بعدا بر ازبکستان دست بالا گردید. آنها 4 خال دارند و این زمان ایران با 4 خال در زینه اول موقع خود را کسب کرده است و در زینه اول قرار دارد. بعدا در زینه دوم باشد با 3 خال دسته ازبکستان است. پس آن در زینه های سوم و چهارم منتخب‌های قرقیزستان و تاجیکستان هستند. قرقیزستان در حساب خود 2 خال دارد. آنها در زینه سوم هستند معلوم و منتخب تاجیکستان در حسابش تنها 1 امتیاز دارد که در رقابت با قرقیزستان آن را به دست آورد. یعنی همین طور دستا موقع گرفتند. ایران 4 خال زینه یکم، ازبکستان 3 خال زینه دوم، بعدا قرقیزستان 2 خال آن زینه سوم و تاجیکستان 1 خال زینه چهارم. این نتیجه های این 4 کشور در دو دوره که علاقه پس سر شدند و اکنون بازی دور سوم هستند. دوستان ارجمند که ما شما تماشا داریم و بیایید اکنون شما را با هیئت پره هر دو دسته من شناس بنمایم. آغاز میکنم از دسته زنانه قرقیزستان که با چنین هیئت آنها به میدان وارد میشوند. در خطر شلکه وارد شدند و بازی دارند.
дастаи қирғизистон чун ҳая дорад дарвозабон рақами 16 Айдана Кубаничбекова, рақами 6 капитан Руке Конокбаева, рақами 2 Эсмина Чолпонбекова, рақами 3 Назик Ишембиева, рақами 4 Гулхамал Кулибоева, рақами 7 Назик Тинчидбекова, рақами 8 Адеми Бакитбекова, рақами 11 Сумая Муҳаммадсалиева, таъди рақами 15 Сайхол Чинбаева бозӣ мекунад, рақами 17 Ҷамал Чойбекова, таъди рақами 18 бошад Акмарал Саябаева нарнамоӣ мекунад. Гулбара Уматалиева аз кишвари Қирғизистон ин дастаро роҳбарӣ мекунад, яъне сармураббии уст. Ба ӯ кӯмак мерасонад Албина Пияк, Салтина Султанова, духтури даста Захариян Тазабекова ва мураббии дарвозабоно Денис Макаров мебошад. ҳамчунин намояндаи васоити ахбори умма бо мунтахаби Қирғизистон Мадиев Саратбек аст. хуб, акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳайати мунтахаби Ӯзбекистон. 14-солаи дастаи мазкур бо чунин ҳаят ба майдон ворид мешаванд. Рақами 1 Мария Хавқулоева, ӯ дарвозабон аст. Рақами 10 капитани даста Наргиза Маматалиева, рақами 2 Санобар Шоимова, рақами 3 Ситора Набиева, рақами 4 Мубина Бахтиёрова, рақами 5 Мария Дахонова, рақами 7 Мирангиз Ҳамидова, ӯ ҳам яке аз бозигарони беҳтарини мунтахаби занонаи 14-солаи Ӯзбекистон мебошад. Рақами 9 Ёдгорхон Юсупова, рақами 11 Шаҳзода Алихонова, рақами 15 Шаҳрус Юлдашева ва рақами 17 бошад Моҳина Акбарова аст. Самураббии дастаи мазкур мутахассис аз кишвари Ӯзбекистон Виктория Сирота мебошад. Ба ӯ кӯмак мерасонад Владимир Панов ва Дмитрий Смирнов. Менеҷери даста Давронбек Қудратуллоев аст ва духтури даста Фирӯза Парпиева. Тубро мегиранд бозигарони қирғиз, зарба ба маркази майдон, ин вазъият бебарор ҷамъбаст мешавад ва як ҳамлаи дигар пас ба маркази майдон тавассути канор ҳамла ҷараён дошта метавонад. инҷо тоъхир кӯшиш кард Сумая Муҳаммадсалиева то тубро бигирад ва ҳуҷумро идома бидиҳад, вале аз ӯ сурати беҳтарро Ситора Набиева нишон дод ва ҳамин вазъият бенатиҷа ба анҷом расид. пас ба хати ҳуҷум инҷо кӯшиши навбати бозигарони кишвари Қирғизистон. Дар канор Сумая Муҳаммадсоева талош намуд, вале муваффақ нашуд. Баъдан инҷо аз маркази майдон то як зарба дида мешавад. Сайкал Чинбаева ин зарбаро иҷро намуд, вале зарбаи задаи бозигари мазкур то ба тарафи дарвоза расидан суръати хеле паст дошт. Барои ҳамин ҳам вазъияти мазкур бенатиҷа ба анҷом мерасад. тавассути канор ҳуҷум ҷараён дорад. қоидаи бозиро вайрон кард бозигари кишвари Қирғизистон. инҷо Низик Тинчидбекова ба қоидаванакони роҳ доду бар муқобили Ёдгорхон Юсупова. бо чунин усул қоидаи бозиро вайрон кард, метавонем мутаваҷҷеҳ шавем. бале, доварони бозии имрӯза гуфтем довар аз кишвари Тоҷикистон Зоҳал Хушназарова ин бозиро ҳакамӣ мекунад. ба ӯ аз кишвари Тоҷикистон Муниса Мирзоева аз як канор кӯмак мерасонад, аз канори дигар ёвариу аз Эрон аст Атена Лашани. комиссари бозӣ Лайло Ёрмуҳаммадӣ аз кишвари Эрон. нозири доварон Раҳимов Умеҷон аз Тоҷикистон аст. пас ба хати ҳуҷум имконияти хеле хуб инҷо ба миён меояд барои бозигарони кишвари Ӯзбекистон. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ равон шуд, вале аз ӯҳдаи бартараб кардани ҳамин вазъият бозигарони қирғиз баромада тавонистанд. мебинем ки албатта дар
خط دفاع بازیگران قرغیز می توانند نتیجه خوب را نشان بدهند و خلل وارد برسانند برای هجوم های رقیب. حمله توسط کنار جریان دارد، اما هجوم نوبتی بازیگران کشور ازبکستان. در مرکز میدان تو برابوی خوب در جای بازیگران قرغیز، پس به خط هجوم روان کرده می شود. اینجا سرعت بلند اگر نشان داده شود، بله توپ را گرفته می توانند بازیگران قرغیز. کوشش خوب، پس باقیب سمیه محمد صالح و نتوانست درست حمله را ادامه بدهد و این به هجوم جوابی دست ازبکستان می‌آورد که توسط کنار جریان دارد. پس با خط هجوم اینجا سرعت خیلی بلند را نشان داد بازیگر رقم 9 یادگارخان یوسف و قاعده بازی بر ضد ویران شد. داور این را مشاهده کرد و کارت زرد نشان داد به بازیگر رقم 3 کشور قرغیزستان به نزدیک ایشیمبیو. Иди, зачем там стоишь, Вахи? Иди, иди. پرتاب به داخل جریمه روان کرده می شود، اون به نتیجه به انجام می رسد. هجوم دوم خادیوف پس به کنار و این پس هم ناقدر خوب رسانیده شد. برای ضربه زن اینجا امکانیت بود ولی تلاش نکرد. اینجا تا ضربه خود را روان بنماید. بازیگر ازبکستان حمله نوبتی ادامه دارد. Выход, Маша! پاس نوبتی اینجا سمیه در کنار توپ را میگیرد. یک نفر خیلی خوب فریب میدهد. ضربه و با پای چپ و گل. گل بهترین در اجرای سمیه محمد صالح و واقعا محمد صالح و اولی بازی کرد. یک رقیب را فریب داد، با پای چپ ضربه زد و گل بهترین در اجرای بازیگری مذکور ماریا خلقلوی و نتوانست هیچ کار بر مقابل این ضربه انجام بده. عکس العمل نداشت. بار دیگر میتوانیم متوجه شویم. ببینید یک رقیب خیلی خوب فریب داده میشد و بعدا با پای چپ همین ضربه خیلی اولی بود. مشاهده کرد که ماریا خلقلوی و دروازه‌بان منتخب ازبکستان قد پاس دارد
این البته وابسته به سن و سالی است چون تنها 14 سال است. اینجا شاید کمتر از 14 ساله هم باشد، تا 14 ساله است و اینجا ضربه زده شده به طرف دروازه او که این ضربه با گل انجام می‌برد. خیلی ضربه خوب و خیلی گل عالی در اجرای سمیه محمدسالیوه. ضربه به خط هجوم، بازم توپ را به خود برمیگردانند بازیگران قرقیز. ارسال به کنار راست انجام داده می شود. پس سمیه محمدسالیوه توپ به کنار مقابل تا به کنار چپ می رسد و آنجا توپ از میدان بیرون شده است. در مرکز میدان توپ را بوی در اجرای بازیگران ازبکستان، آنها به هجوم می‌روند. این زمان کاپیتان با توپ نرگزه محمدعلیوه. کوشش کرد توسط کنار اینجا مهین اکبرова تو وارد جریمه شود، هجوم را ادامه بدهد، ولی او هم در تلاش خود موفق نگردید. ضربه اینجا از فاصله دور به طرف دروازه زده می شود. این شاید پاس هم بود ولی سرعت بلندتر داشت. وضعیت مذکور هم به براجم بحث می شود. می توانیم بارگر متوجه شویم دروازه‌بان اینجا به خطا البته توپ را گرفت چون آسان بود. سمیه محمدعلیوه دخترش بله به سمیه بود که بازم در کنار توپ را میگیرد. سنوبر شایموف و ارسالیو با داخل جریمه‌گاه. ارسال نوبتی و این حالت برطرف می شود، اما ضربه کنجی خواهد بود. پرتاب به داخل جریمه‌گاه. جا ضربه به طرف دروازه زده شد ولی این وضعیت برطرف گردید. عکس حمله دسته ازبکستان. تو بیرون از میدان می شود. توسط کنار حمله نوبتی بازیگران کشور ازبکستان جریان دارد.
اینجا دروازه بان باید توپ را بگیرد. بله خلویف اولین شده توپ را میگیرد به خطا. خودرسان میکنم دوستان ارجمند. شاید در این بوره در بازی قبلی همکارانمون هم به شما معلومات داده بودند که این بازی 35 دقیقه جریان خواهند داشت، یعنی یک قسمیان یک تایمیان 35 دقیقه عبارت خواهد بود. در مجموع وقت اساسی البته 70 دقیقه است و بعدا باز با اون دقیقه‌ای که داور زن میکنند میتوان گفت که در مجموع خوب 75-80 دقیقه این بازی جریان خواهد داشت. وقت اساسی تنها 35 دقیقه خواهد بود. این زمان میبینیم که دقیقه 18 هم جریان دارد. در کنار کوشش خوب کرد موین اکبر و پس انجام داده می شود. بینید که بازیکنان قرقیز اینجا واقعا هم تلاش خیلی خوب دارن، کوشش هایشان در سطح خوب و پریسینگ هم در جای اونو خوب رفته ایستاده است. پس به خط هجوم اینجا تمام بازیگران کشور قرقیزستان قرار داشتند در خط دفاعی دسته خود. ضربه اینجا با طرف دروازه زده می شود. شاید این پاس هم بود ولی بر صورت به نتیجه به انجام می رسد. بازیکنان ازبک هم باید تلاش بیشتر بنمایند در خط هجوم. به مانند همین فرصت پاس رسانیده می شود ولی سر وقت از طرف بازیکنان خط دفاعی کشور قرقیزستان اون برطرف کرده شد. با مرکز میدان توپ رسانیده می شود. بازیکنان کشور قرقیزستان باز هم در تلاش نوبتی به هجوم گذاشتن هستند. اینجا یک کوشش دیگر ضربه به طرف دروازه هم بود. این مهرانگیز حمیدوف بود که کوشش نمود. یکی از بازیکنان خوب در هیئت منتخب ازبکستان ما از مهرانگیز حمیدوف است، بازیکن رقم 7 که می تواند 1 به 1 2 تا 3 نفر رو هم گذارد.
ولی اینجا سطح دسته رقیب هم وابسته خواهد بود، یعنی در رقابت با ما با دسته تاجیکستان میرنگیز همین و موهین اکبر و همچنین خوب نرگیز محمدعلی و این بازیگران 2 تا 3 نفر رو به ملال میگذاشتند، گل ها میزدند و اکنون که باز رقیب قوی تر در پیش آنها است، اینجا کارشان آمد نکرده ایستاده است. پیش از این هم در رقابت با ایران همین طور بود. Маша, ты посмотри, нам было что ты Маша, ты сегодня успокоишься или нет? تغییرات دوستان ارجمند در هیئت منتخب خوب ازبکستان. چهارراه یولدوش از میدان گرفته شد و با جای بازیگر رقم 8 با میدان می آید. اینم باشد سروینوز خان عبدالعزیز و است. چهارراه یولدوش و رقم 15 بود و در بازی امروزه عموما نمیتفت و بازیش در سطح پستر بود. توسط کنار رو باید بازی رو بهتر میکرد، ولی در کنار در رقابت امروزه بازی فوتبالبازان کشور ازبکستان در سطح پست دیده می شود. پرتاب به داخل جریمه گاه ضربه کنجی روان کرده می شود. ضربه هم هست به طرف دروازه. این ضربه را نرگیز محمدعلی و زد. کاپیتان دسته فوتبالبازی رقم 10، ولی ضربهش پهلوتر از دروازه از میدان بیرون شد. میبینیم که او کوشش خوب کرد، اگر کمی دقیق تر میرفت. اما به هر صورت دروازه‌بان منتخب قرقیزستان میدان کوبانچیبک و اینجا شاید وضعیت مذکور را اداره هم میکرد، چون بینید که او از نگاه قد و بست البته شاید قد بلندترین دروازه‌بان در بین تمام 4 کشور اشتراکچی همین مسابقه هم باشد، چون که دروازه‌بان منتخب 14 ساله‌ای بانوان ما هم وابسته به 30 سال هستند، البته قدی پست دارند. ضربه به خط هجوم و این وضعیت هم رفع می شود. توسط کنار هجوم نوبت جریان دارد. میگیرند توپ را بازیگران کشور قرقیزستان. پس برقیب اینجا ضربه به طرف دروازه، ولی اینجا ضربه دقیق رفت. بالاتر از دروازه از میدان بیرون گردید.
Арвинас! зарбаи навбатӣ инҷо дарвозабон тобро бехато мегирад. Горишь, Бубина! Шире! Давай, давай, Мохи! Горишь! Твой, Мубина, твой! Горишь! Давай, Наргиз! наргиза маматалиева инҷо кӯшиш кард то тобро бигирад, муваффақ нашуд. ирсоли навбатӣ онҷо ба дохили чаримагор равон мешавад. вазъияти навбатӣ барои зарбазанӣ меҷӯянд бозигарони кишвари қирғизистон. зарбаам зада шуд. Я, спокойно! Стой! Набива! Все потеряно. дар маркази майдон ҳуҷуми мунтахаби ӯзбекистонро бозам хеле хуб ва сари вақт бартараф карда тавонистанд. қирғизҳо айни замон ҳам талоши хеле хуб ва бозам тӯбрабоид дар иҷрои бозигарони кишвари қирғизистон. зарба ба хати ҳуҷум равон мешавад. ин вазъият бенатиҷа ба анҷом расид, вале ҳуҷум идома хоҳад ёфт. партоби навбатӣ ва Сумая Маҳмадсалиева аз канор тӯбро гирифта метавонад, суръати хубро нишон дод. ҳаракат ба тарафи марказ, зарба ба дарвоза. ин ҳолат бартарaf карда шуд ва ҳуҷуми ҷавобии бозигарони ӯзбекистон акнун дида мешавад. зарбаи навбатӣ ба тарафи дарвоза иҷро карда мешавад ва агар каме пасттар ин зарба мерафт, дақиқан ба дарвоза ворид мешуд. Дақиқан. Мубина, они уже читают, уже балада бяка бериши, башка вариант кадар. Они читают. Башка вариант кадар. бор дигар метавонем ба ҳамин лаҳзаи такрор мутаваҷҷеҳ шавем ки чӣ гуна фоҷиабозӣ вайрон карда шуд. Назад, 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 назад. Все можно. Маша, ходи. Маша. ирсол инҷо ба дохили ҷаримагоҳ. як ирсолам не, як зарбаи хуб равон карда шуд. тӯбам ба дарвоза ворид шуд, вале пеш аз ин садои шакидовар баланд гардида буд. Даста фруза, даста фруза. Аккуратно, аккуратно. Мубина, успокойся, вот туда, вынеси его и все. Века, Шахзода, вот, троп, пройди. Вахи, ты в краю играй. Тик, Маша.
اکنون امکانیت خوب میتواند برای بازیگران کشور ازبکستان هم پیدا شود برای ضربه درستی را روان کردن یادگارخان یوسف و بعدا نرگیزم محمدعلی و این وضعیت برطرف شد و بازیگران قرقیز اکنون به هجوم خود میگذرند. اکمرال سیکبای و پس به کنار میدان آنجا در کنار کش کرد گلجمال کولیبای و تا حمله را درست ادامه بدهد. اینجا شما هم فکر دارم پیخست کردید که چگونه گفت ویکتوریا سیروتا که با این بازیگران چی رخ داده است که نمیتوانند بازی خوبی خود را نشان بدهند. پس با خط هجوم امکانیت میتواند پیدا شود ارسال نوبتی. وضعیت خوب برای فوتبالبازان کشور ازبکستان و بازم در خط دفاع همین وضعیت برطرف کرده می شود. پس به مرکز بهتر هستند. البته بازیگران کشور قرقیزستان بهتر بازی کرده ایستادند، هرچند از آغاز گفته میشد که دسته ازبکستان امکانیت بهتری غلبه کردن در این رقابت را دارد. با نظر داشته اونه که با حساب 9-0 تاجیکستان را شکست دادند، بعدا از ایران اگرچه مغلوب شده باشند ولی بازی بد نداشتند. اما مشاهده میکنیم که در همه موقع‌های میدان این زمان بازیگران کشور قرقیزستان بازیشان بهتر است. ارسال به خط هجوم، اینجا توپ گرفته می شود، پس به کنار، توسط کنار حمله جریان دارد. قاعده بازی ویران شد. شاید با کمک دکتران هم نیاز داشته باشد بازیگر کشور ازبکستان. یک دقیقه زم کرده شده است با وقت اساسی قسم یکم رقابت. قاعده بازی ویران کرده شد در مرکز میدان. الکی دقیقه 37 جریان دارد، یعنی وقت اساسی تمام شد. وقتی که دوبار زم کرد اون هم تمام شد و الکی بعد از همین فرصت دوبار صداشکش رو بلند خواهد کرد، یعنی همین فرصت رو تا آخر تماشا خواهیم کرد. سمیه محمدعلی و در کنار این زمان بازم یک رقیب رو خیلی خوب فریب میدهد و
و تو باز میدان بیرون می شود. همین طور دوبار صدر شکشو بالا میگرداند. قسم اول رقابت دور سیوم رقابت های گروهی چمپیونات اسوسیاسیون آسیای مرکزی بین بانوان تو 14 ساله به انجام میرسد. نیمه اولی به انجام میرسد با حساب 1-0. بازیگران کشور قرقیزستان پیش صف هستند. نیمه دوم را انتظار میشویم.
دوستان ارجمند و مخلصان سرشماری فوتبال برمیگردیم به قسم دوم رقابت منتخب‌های قرقیزستان و ازبکستان از دایره بازی دور سیوم، دور آخرین رقابت‌های چمپیونات آسیای اسوسیاسیون آسیای مرکزی بین دختران نورسی تو 14 ساله. حساب رقابت بعد از قسم اول دیدار 1-0 به نفع بازیگران کشور قرقیزستان است. یگانه گل رو بازیگر رقم 11 سمیه محمد سلیوا به ثمر رساند با ضربه خیلی زیبای خود. فوتبالباز رقم 11 این زمان در میدان است و همین طور بازی در قسم اول با حساب 1-0 به انجام رسید. نیمه دوم با همین حساب اکنون شروع می‌گردد و باز در قسم دوم دیدار البته دسته‌ها کوشش خواهند کرد تا یک بازی بسیار هم دیدنی و تماشاباب را منظور همه ما و شما بگردانند. در نیمه اول در هیئت دسته ازبکستان یک تغییرات به عمل آورده شد. به میدان فوتبالباز رقم 8 سروینازخان عبدالعزیزова وارد گردید. او عوض کرد چاروس یلداشeva را که این بازیگر تحت رقم 15 در میدان بود. دیگر هیچ گونه تغییرات نیست. در هیئت منتخب قرقیزستان مشاهده میکنیم که یگان بازیگر عوض کرده نشده است. باز همان فوتبالبازان در میدان هستند و هیئت قرقیزستان چنین است. سرابال به همین هجوم متوجه میشویم. بعدا هیئت را به شما خواهم گفت. نرگیزه محمد علی و این زمان با توپ. خب هیئت چنین است. ایدانا کوبانیچبک و دروازه‌بان منتخب قرقیزستان رقم 16 دارد. رقم 6 راوک کونوکبای و رقم 2 اسمینا چولپونبک و رقم 3 نزیک ایشمبی و رقم 4 گل جمال کولیبایوا، رقم 7 نزیک تینچیتبک و رقم 8 ادمی باکیبک و رقم 11 سمیه محمد سلیوا، رقم 15 سایکال چینبای و 17 جمال چویبک و 18 اکمرال سایبایوا. سرمربی دسته نورسان تو 14 ساله کشور قرقیزستان دسته بانوان البته این گلبره امتالیوا است. با البین پیاک و سلطنت سلطانова کمک میرسانند دکتر دسته تازابک و ژارکین و مربی دروازه‌بان دنیس مکارov. هیئت دسته ازبکستان چنین است. دروازه‌بان رقم 1 ماریا خلخولوی و رقم 2 کاپیتان دسته نرگیزه محمد علی و رقم 2 سنوبر شویمov و تحت رقم 3 ستاره نبی و بازی میکند. رقم 4 مبینا بختیور و رقم 5 ماریا داخ و رقم 7 میرانگیز حمید و رقم 9 یادگارخان یوسف و رقم 11 شاهزاده علی خان و 15 به جای رقم 15 که چراس یلداشeva بود به میدان رقم 8 سروینازخان عبدالعزیزova به میدان آمد. رقم 17 موهینا اکبارova. سرمربی دسته ازبکستان ویکتوریا سیروتا است. با او کمک میرسانند ولادیمیر پانوف و دمیتری سیمیرنوف. منیجر دسته دورانبک قدرت‌اللهیف است و دکتر دسته فیروزه پارپیوا. داوران بازی رو در اکنون با شما مشینوس میکنم. زحال خوشنظرova از تاجیکستان این بازی را حکمی میکند. با او از تاجیکستان مونیسا میرزایeva کمک میرساند و یک نفر دیگر از کنار دیگر تینا لاشانی است و از کشور ایران گفتیم است. داور چهارم مهنوز زاکی و هم از ایران است. ناظر داوران رحیم فومیجان از تاجیکستان و نماینده وسایط اخباری اومد در همین منطقه در همین مسابقه دقیق‌ترش فریدون عطایف. پس به مرکز اینجا توبرگوی در مرکز میدان دیده می شود. باید به هجوم گذارند.
Чебеева, скачи! Ясмина, к центру! Наш, Назик, правильно, не спеши, спокойно! Назик, спокойно! Все, хорош! Играть! Айча! Дай вперед, куда есть! پس با کنار یک مرتبه دیگر یک کوشش دیگر توپ میگذرد. این هجوم خوب بازیکن کشور قرقیزستان است در داخل جریمه‌گاه رقیب. اونجا کوشش کرد تو خیر رقم 18 مرال سیکبایوا از پا افتید و اینجا ضربه کنجی خواهد بود. تغییرات دوستان عزیز، اینجا بازیگر رقم 12 دروازه‌بان با میدان می آید. ماریا خلقلویوا از میدان اکنون گرفته شد و جای رو دروازه‌بان دیگر میگیرد. کامیلا خوشناتووا. یک تغییرات دیگر موینا اکبر و از میدان گرفته شد رقم 17 با جای بازیگر رقم 19 سوفیا کالاسوفسکا به میدان می آید که بازیگر مذکور اصلا مهارت خوب دارد در ضربه زنی. در هیئت دسته قرقیزستان هم تغییرات است. از میدان بازیگر رقم 18 اکمرال سایابکووا گرفته می شود و با جای بازیگر دیگر به میدان می آید. این رقم 14 الیس پاکیت است. پرتاب داخل جریمه‌گاه، وضعیت هم به برای جنباس می شود. نرگیزه محمدعلی‌وا با هجوم رود. از 3 نفر خیلی خوب گذشت. این بازیگر میتواند حمله را بهتر ادامه بدهد ولی توپ را از او گرفتند در مرکز میدان و اکنون هجوم جوابی دسته قرقیزستان بود که در حال در مرکز میدان قطع شد. پس با کنار اولین شدن نزدیک شینبه و به توپ رسید بازیگر کشور قرقیزستان. هجوم نوبتی بازیگران ازبک پرتاب خوب به داخل جریمه روان کرده شد. قاعده بازی ویران گردید و پنالتی تعیین کرده می شود. پنالتی تعیین شد بر مقابل نرگیزه محمدعلی و کاپیتان دسته قاعده بازی ویران شد. او اینجا به نفع دسته خود بسیار کار خوب را انجام داد ولی این تنها یک قسم کار است، یعنی پنالتی را کار کردن. لازم است تا اون درست استفاده کرده شود. می توانیم بار دیگر متوجه شویم چگونه از پا در زده شد بازیگر مذکور و بعدا پنالتی تعیین گردید. اکنون کی پنالتی را خواهد زد؟ مهرانگیز حمیدووا شاید این ضربه را اجرا کند. بازیگر رقم 7 به هر صورت ضربه های او قوی‌تر و بهتر هستند از دیگران. خوب مهرانگیز حمیدووا موضوع در نزد توپ است. بازیگر رقم 7 امکانیت دارد تا حساب را برابر کند. ضربه این بازیگر و خیلی خوب این ضربه را اجرا نمود. مهرانگیز حمیدووا حساب رقابت برابر می شود. 1-1 دوستان عزیز، 1-1 و این در گروه می تواند بسیار تغییرات جدی را به میان آورد. بار دیگر متوجه می شویم به لحظه تکرار. خیلی خوب این ضربه را اجرا کرد با گوشه پایانی دروازه به طرف دست راست دروازه‌بان
هرچند خلی دروازه‌بان دسته قرقیزستان بلند هم است ولی به توپ نرسید بعد از یک جسته که او اجرا کرد. سمیه محمد سلیف از کنار ارسال به داخل جریمه‌گاه توپ را دروازه‌بان میگیرد. اینجا قاعده بازی ویران شد. خوب در گروه وضعیت این زمان به طور زیل است چون این مسابقه از روی سیستم دوری برگزار می‌گردد، یعنی هر دسته با دسته دیگر بازی خواهد کرد. چون 4 دسته اینجا هستند میتوان اون رو به یک گروه تقسیم کرد و جدول رو اشاره نمود. ایران در 2 دور اول در یک بازی با قرقیزستان مساوی کرد و بازی دیگر باشد در رقابت با ازبکستان بود که دسته ایران توانست اونجا غلبه به دست دارد با حساب 1-0. و همین طور دسته ایران این زمان 4 خود دارد. آنها بعد از برگزار کردن 2 دور در زین اول قرار دارند. منتخب ازبکستان باشد در 2 دور اول یک بازی رو با غلبه انجام داد، بر دسته ما غلبه کردند و یک رقابت دیگر باشد با بخت این تیم از ایران به انجام رسید. اون رو دارد که دسته مسکو 3 خود دارد و آنها در زینه دوم هستند. این زمان بعد از 2 رقابت منتخب قرقیزستان باشد 2 بازی رو مساوی انجام داد. یک مساوی با تاجیکستان 0-0 و مساوی با ایران 1-1. آنها 2 خود دارند و در زینه 3 هستند. تاجیکستان 1 خود دارد و در زینه 4 است. اگر امروز منتخب ازبکستان غلبه به دست دارد این تیم معلوم است که میتواند 6 خود را به دست دارد بعد از این بازی به زینه اول براید. اگر منتخب قرقیزستان دست بالا بگیرد پس دسته مذکور صاحب 5 خود میگردد و این تیم هم زینه اول را میتواند کسب نماید. ولی همه چیز از بازی تاجیکستان و ایران وابسته خواهد بود. یعنی اگر اینجا یکی از دسته غلبه به دست دارند و در اون رقابت ایران غالب شود بر تاجیکستان که این از احتمال هم دور نیست، پس ایران بازم زینه اول را خواهد گرفت و معلوم است که اونها برای قهرمانی امکانیت بهتر دارند. اگر همین رقابت مساوی انجام یابد ازبکستان صاحب 4 خود می شود و شماره امتیازهای منتخب ازبکستان با ایران برابر نگردد. ولی ایران در بازی بین خودی ازبکستان را شکست داده بود و قرقیزستان اگر اینجا غلبه کند تنها صاحب 3 خود می شود. یعنی شماره خودهای قرقیزستان برابر با ازبکستان می شود. یعنی به هر صورت نتیجه مساوی می توان گفت که یگانه از دسته ها را قناعتمند کردن نمی تواند بود. غلبه به هر دو تیم لازم و ضرور است چون که نتیجه مساوی کار ایران را آسان‌تر خواهد کرد. اونها در نتیجه اگر همین رقابت مساوی انجام یابد اونها می توانند با ما برای مساوی هم بازی کنند. اگر مساوی بازیشان به انجام رسد 5 خود میگیرند و قهرمان میشوند. Bor kuching bilan. Nima? Saronas, Matbor. Partop به داخل جریمه‌گاه. کریت خوب اینجا برای بازیکن ازبک پیدا شد اما نه اونقدر خوب توسط کنار اونها عمله را جریان دادند. اونجا ساید بود. Слушай,
پس به خط حمله کشور دیگر روان کرده میشد. میبینیم که در قسم دوم امکانیت های بازیکنان کشور ازبکستان بهتر شدند. اونها در حمله بیشتر قرار دارند، ضربه ها رو بیشتر روان کرده شدند، هجوم ها رو بیشتر سازمان میدهند. پس با مرکز برای ضربه زنی خلای است. ضربه هم زده می شود و دروازه‌بان اینجا خیلی خوب بازی کرد. خیلی عالی. ببینید که چگونه به توپ رسید. ضربه با کنج دروازه روان کرده شد و اون رو برطرف کردن واقعا هم خلای، واقعا هم دشوار بود اختیارش. پرتاب به داخل جریمه روان می شود و توپ وارد دروازه می شود. دوستان ارجمند اینجا حتی از ضربه کنجی گل زده می شود. توپ فکر دارم با یک نفر رسید اونجا و بعدا وارد دروازه گردید. همین طور حساب 1-2 می شود. کوشش خوب بازیکنان کشور ازبکستان. می توانیم بار دیگر متوجه شویم. مهرانگیز حمید و این ضربه را اجرا کرد. دروازه‌بان خطا کرد، از موقع خود خیلی پیش رفت و نتوانست این ضربه را درسته را برطرف بنماید. هیچ کس از بازیکنان کشور ازبکستان اینجا در نزدیکی نبودند، یعنی یگان که ضربه نزد. خود بازیکنان کشور قرقیزستان اینجا توفه کردن گل رو و این گل بازم به نام مهرانگیز حمید و نوشته می شود. حساب 1-2 دوبل مهرانگیز حمید و اینجا بازیکنان کشور ازبکستان را در قسم دوم دیدار پیش صف می‌گرداند. پس به خط هجوم در کنار باید تلاش میکرد سمیه محمد سلیفه، ولی سرعت پرتاب بلندتر بود. پس به کنار هجوم نوبتی بازیکنان قرقیز امکانیت میتواند برایشان خیلی خوب پیدا شود. ضربه به طرف دروازه اجرا کرده شد. یک امکانیت دیگر از پا میافتد بازیگر کشور قرقیزستان و داور به نقطه ضربه 11 متره اینجا اشاره می نماید.
نزدیک تینچیتبکووا اینجا از پا در زده شد. میتوانیم بار دیگر مشاهده کنیم همین وضعیت رو که چگونه مبینه بختیار و بازیگر بر مقابل بازیگر رقم 4 از پا هفت دیدین بازیگر و دوباره به نقطه ضربه یازده متر اشاره میکند. به نزد تو بازیگر رقم 6 میآید. این روک کونوکبایو است، کاپیتانی دسته. و میتواند حساب را برابر کند 2-2 اگر گل شود. ضربه و خیلی خوب این پنالتی اجرا کرده می شود دوستان عزیز. روک کونوکبایو و حساب رقابت را برابر 2-2 میگرداند. ضربه واقعا هم خوب اجرا کرده شد با کنجی دروازه. امکانیتی نبود برای دروازه‌بان تا این حالت برطرف کرده شود. میتوانیم بار دیگر متوجه شویم به این حالت. تلاش نوبتی بازیکن کشور قرقیزستان. توپ را میگیرد سمیه محمدسالی و منجا قاعده بازی ویران کرده شد. Ты что здесь ходишь? Мяч наш! И подбор! Колосовская! توپ را میگیرن بازیکنان کشور ازبکستان. پرتاب به داخل جریمه‌گاه. اینجا از فاصله خیلی دور ضربه به طرف دروازه اجرا میگردد. از چنین موقع گل را زدن خیلی مشکل بود. ایدانا کوبانیچبکووا توپ را به حمله خود میماند. ضربه به مرکزی میدان و هجوم نوبتی. پرتاب رو که به طرف همدستگانش درست و دقیق تر نرفت. الیس باکیت خیلی خوب پاس با سمیه محمدسالی و سمیه توسط کنار کوشش میکنه. دو نفر بر ضدش مبارزه میبرند و توپ را گرفت. یک نفر رو فریب داد. توپ را به مرکز پاس داد و با همین حمله دسته قرقیزستان به انجام رسید. توپ میگذرد. حمله خوب بازیکنان کشور ازبکستان. اینجا در کنار تاخیر کوشش کرد یادگار خان یوسپووا. توپ را از او میگیرند و حمله دسته قرقیزستان مکنون با سرعت بلندتر جریان دارد. با مرکز بعد از آن به کنار راست رسانیده می شود. توسط همین کنار هجوم است و گلجمال کولیبایوا بود تا حالا مو با توپ ارسال به داخل جریمه‌گاه. ارسال به خط حمله.
در مرکز میدان توپ گرفته می شود. سمیه محمد سلی و بود که از یک نفر گذشت و قاعده بازی بر ضدش ویران شد. ضربه به طرف دروازه و اینجا حالت خیلی خوابناک به میان میآید. توپ به دروازه ازبکستان وارد میگردد. فکر دارم این هفته گل بود. فکر دارم توپ به خودی بازیگر به مری دخو رسیده وارد دروازه شد. بله همین طبعا باید باشه چون که اونجا بازیگران کشور قرقیزستان دورتر قرار داشتند. میتوانیم بازیگر متوجه شویم سر اول اینجا خود بازی ویران شد. بعداً یک پاس نه توپ بعد بازیگر دیگر به صنوبر شویم برسید. به صنوبر شویم و نه بازیگر رقم 5 بلکه به بازیگر رقم 2. هفته گل دوستان ارجمند و صنوبر شویم و آن را اشتباه به طرف دروازه خود روان کرد و با سر ضربه زد. دروازه‌بان در غفلت گذاشته شد و همین طرف تو وارد دروازه گردید. اما نوبتی بازیگران کشور قرقیزستان این بازی خیلی سیر گل شد. البته 5 گل را دیدیم و نه تنها به دروازه یک دسته، یعنی بازی است که به 2 دروازه رفته ایستاده است ارسال به داخل جریمه‌گاه. در آغاز قسم دوم البته کوشش بازیگران کشور ازبکستان بهتر بود و آنها بسیارتر به هجوم می‌رفتند. حتی در آغاز نیمه دوم من در قسم دوم توانستند 2 گل را به ثمر رسانند. تلاششون هم خوب بود ولی بعداً بازیگران کشور قرقیزستان باز می‌بینیم که در مرکز میدان بازی را گرفتند. هجوم‌هایشان بیشتر و بهتر هم هستند. Где что там, что, голова закинешь? پس از بازی منتخب‌های تاجیکستان و ایران که امروز برگزار می شود معین خواهد شد که کدام دسته در کدام مدخل قرار میگیرد. این بازی رو با شما من تماشا کردم، من دوستان نظر تماشا کردم. تا بازی نبودی خیر خوش میکنیم، خیر تنسیت و خانواد باشه. لحظات بهترین این بازی و گل اون رو متوجه هستیم. ассалому алайкум бинандагони азиз. ширкати лоттои миллӣ бозии навбатии худро эълон мекунад. дар бозии навбатӣ 12 адад хонаи истиқоматӣ аз шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии тоҷикистон, аз шаҳри душанбе, шаҳри хуҷанд, данғара, кӯлоб, панҷакент, ҳисор,
ёвон, ваҳдат ва шаҳри исфара ва 12 адад автомашинаи Opel Zafira ва инчунин 400 адад конвертҳои пулӣ. Дар умум 424 адад тӯҳфаҳои арзишнок. барои соҳиб шудани ин тӯҳфаҳои арзишнок шумо метавонед аз нуқтаҳои чиптафурӯшии мо ҳамин гуна чиптаҳоро ҳамагӣ бо нархи 160 сомонӣ харидорӣ намоед. фурсатро аз даст надиҳед. шояд бахт барои шумо бихандад ва ин тӯҳфаҳои арзишнокро соҳиб шавед. ин фурсати хеле хуб аст барои бурд кардани ин гуна тӯҳфаҳои арзишнок. лотои миллӣ бурд кардан бо мо осон аст. бахти баланд ҳамрадифи ҳаётатон бод. Ladies and gentlemen, let's welcome the teams, Kyrgyz Republic and Tajikistan. Ladies and gentlemen, please stand if you're able to for the national anthem of Kyrgyz Republic.